آموزش حرکات پیوسته 37 حرکت تای چی چوان سبک یانگ از استاد چن منچینگ. روبروی ساعت 12 ایستاده و به هنگام فرو رفتن در پای راست به سمت ساعت 1 میچرخیم، در حالتی که پای چپ روی پنجه به سمت ساعت 12 میچرخیم. پای چپ رو به اندازه عرض شونه از پای راست دور کرده و روی زمین قرار داده. وزن رو تماما رو پای چپ میاندازیم. دست راست حالت میگیره. با چرخش به سمت ساعت 12 میاییم بالا. دست ها رها میشن و به سمت پایین فرو رفته و سپس بالا میان. با فرو رفتن در پای چپ و چرخش به سمت ساعت 3 توپی رو در دست میگیریم. انتقال وزن رو پای راست و گذاشتن پای چپ به سمت ساعت 12 و چرخش بدن با نوازش یال اسب وحشی به حالت اژدها. با انتقال وزن رو پای چپ و چرخش بدن به سمت ساعت 11 توپ بزرگی رو در دست میگیریم. در جا رو پنجه پای راست چرخیده به سمت ساعت 3 حرکت میکنیم. با قاپیدن دم پرنده سپس وزن به پای عقب منتقل میشه، دستا رها و حرکت پرس رو انجام میدیم. دست ها باز میشن، دوباره وزن رو پای عقب میفته، حرکت پوش. باز وزن رو پای چپ افتاده و میچرخیم به سمت ساعت 11. دست ها رها میشه به همراه افتادن وزن رو پای راست و چرخش به سمت ساعت 10. گذاشتن پای چپ رو به ساعت 9 و چرخش بدن رو به ساعت 9 به حالت شلاق منفرد. با چرخش رو به 12 به حالت نواختن ساز و پرتاب دست به جلو و حرکت دورنا که با دفاع صورت شروع شده و پای چپ به سمت ساعت 9 و بدن به سمت ساعت 9 حرکت میکنه با ضربه کف دست. با جابجایی مختصری نواختن ساز رو به سمت ساعت 9 انجام داده و حرکت قبل رو تکرار میکنیم. در اینجا وزن به پای راست منتقل شده، میچرخیم به سمت ساعت 7 و به سمت جلو حرکت کرده. پای راست رو به ساعت 11 گذاشته، وزن رو پای راست انتقال داده، دست و پای چپ با هم به جلو رفته و تنه به سمت ساعت 9 میچرخه با ضربه مشت. اینجا عقب نشسته و حالت پرتاب رو انجام میدیم. دوباره عقب نشسته، وزن رو پای راست انداخته، میچرخیم به سمت ساعت 12 و سپس وزن رو پای چپ انتقال داده. پای راست رو به نرمی کنار پای چپ میگذاریم. با انتقال وزن رو پای چپ و چرخش به سمت ساعت 5 و انتقال وزن به پای چپ و حرکت تکراری. در اینجا با انجام حرکت شلاق منفرد میچرخیم رو به ساعت 10. سپس وزن را به پای راست انتقال داده و با چرخش بدن پای چپ را به جلو میگذاریم و حالت دور کردن میمون با راه رفتن شکار ببر رو انجام میدیم. در اینجا به سمت ساعت 12 چرخیده به حالت اژدها
و انتقال وزن رو هر پا و جابجایی پای دیگر به اندازه 1 برابر و 2 برابر عرض شانه انجام میگیره با برهم زدن ابرها. در اینجا وزن رو پای چپ میره، پای راست رو به 12 گذاشته، وزن رو پای راست میذاریم، پای چپ رو به 9، چرخش بدن رو به ساعت 9 فرو میریم، در حالی که شلاق منفرد به حالت چنباتمه رو داریم انجام میدیم. اینجا وزن رو پای چپ رفته و پای راست دست راست رو به سمت بالا هدایت میکنه. وزن رو پای راست میفته، پای چپ میچرخه، پای راست نزدیک شده، دست چپ رو به بالا انتقال میده. با نشستن عقب و انتقال وزن رو پای چپ رو سینه پای راست برمیگردیم با دست‌های به صورت ضرب در ادامه حرکت و چرخش با لنگر دست راست، دفاع دست چپ و ضربه دست راست رو به ساعت 3. قرینه حرکت قبل، نشست رو پای عقب و پیشروی با ضربه مشت به سمت ساعت 3 و تکرار حرکات قاپیدن دم پرنده و حرکات پرتابی. در اینجا با انتقال وزن به پای راست و چرخش پای چپ به سمت ساعت 2 چرخیده حرکت دفاع و ضربه را انجام داده و به سمت ساعت 10 میچرخیم. وزن رو پای عقب انتقال میدیم، پا رو میذاریم پای راست رو به ساعت 9 و حرکت رو به سمت ساعت 7 ادامه داده و چرخش بدن به سمت ساعت 5. در اینجا وزن رو پای جلو میفته، میچرخیم به سمت ساعت 12 به حالت اژدها. وزن رو پای چپ، تکرار حرکت وزن رو پای چپ میفته، به سمت ساعت 1 میچرخیم، بعد رو پای راست فرو میریم و میاییم بالا، دست ها مشت میشن، پنجه پای راست روی زمین قرار میگیره. جا وزن رو پای راست میدیم، پای چپ میچرخه، به حالت دورنا میستیم و با چرخش رو به ساعت 9 و ضربه پا و مشت و حرکت تکراری ضربه مشت حرکت پرتاب و چرخش برای انتهای حرکت فرم به همراه پایین افتادن دست ها زانوها صاف میشه و چرخش بدن اول به سمت چپ و بعد به سمت راست و خاتمه فرم. حرکات پاهای فرم نشان داده میشه در حالی که وزن رو پای راست میفته و به سمت ساعت 1 بدن میچرخه و پای چپ به سمت ساعت 12 در حالی که بی وزن شده. پا رو به اندازه عرض شونه دور میکنیم و روی زمین قرار میدیم. سپس تمام وزن رو پای چپ انداخته و میچرخیم به سمت ساعت 12.
پای راست هم به سمت 12 میچرخه. در اینجا فرو میریم تو میچرخیم به سمت ساعت 3. وزن رو پای راست انداخته، پای چپ رو به سمت 12 میگذاریم. ایستادن تیر و کمان. با انتقال وزن به پای چپ و چرخش به سمت راست به سمت ساعت 3، پاشنه پای راست رو جای پنجه میگذاریم و با چرخش بدن پای چپ هم میچرخه. وزن به پای عقب و جلو منتقل میشه و بعد وزن رو پای چپ، چرخش پای راست به سمت 12 و چرخش به سمت 10، گذاشتن پای چپ به سمت ساعت 9 و چرخش بدن به سمت 9، تیر و کمان رو به ساعت 9. وزن رو پای چپ انتقال داده، پای راست رو در امتداد پاشنه پای چپ روی زمین میگذاریم. با پرتاب دست و انتقال وزن رو پای راست به حالت دورنا میایستیم. چرخش بدن و به سمت ساعت 9 به حالت تیر و کمان. در اینجا ادامه حرکت، تکرار حرکت نواختن ساز. انتقال وزن رو پای راست، چرخش به سمت ساعت 7، گذاشتن پای راست رو به ساعت 11، انتقال وزن رو پای راست، گذاشتن پای چپ رو به ساعت 9 و چرخش بدن رو به ساعت 9 و همراه چرخش پای راست. وزن رو پای راست، چرخش به سمت 12، وزن رو پای چپ و گذاشتن همزمان پای راست پهلوی پای چپ با رسیدن دست ها به حالت ضرب در جلوی